طوفانی که از خراسان برخاست، تاج‌ها را لرزاند و تاریخ را نو نوشت. نادرشاه. شمشیرم روی زمین افتاده، خون از پهلوم میریزه، باد سرد توی خیمم میپیچه و سایه یه آشنا رو میبینم، کسی که تا دیروز بهم قسم وفاداری خورد. من نادرشاهم، فاتح هند، ولی امشب حس میکنم این آخرین خطه. کی پشت این ضربه است؟ هوا گرمه، گرد و خاک صورت چروکیدم رو پوشونده. من نادر یه چوپان ساده از قبیله افشارم. تو کوههای خراسان بزرگ شدم. سال 1108 خورشیدیه. ایران داره تو آتیش هرج و مرج میسوزه. صفویه نفساش به شماره افتاده. افغانا مثل گرگ دور خرابه‌ها میچرخن. پاهم رو زمین داغ میسوزه، دستام از کار با گوسفندان زبر شده، ولی چشمانم یه رویا میبینه، یه ایران قوی، یه امپراتوری که دنیا رو بلرزونه. شمشیرم رو از یه سرباز مرده برداشتم. اولین خون رو تو خرم‌آباد ریختم. یه افغان افتاد جلوم، قلبم تند زد و حس کردم که زنده‌ام. چند سال بعد تو نبرد دامغان ایستادم. افغانا با 20,000 سرباز اومده بودن و من فقط 5,000 نفر داشتم. باد توی گوشم زوزه میکشید، اسبم شیهه کشید. فریاد زدم یا میمیریم یا میبریم. وقتی آخرین دشمن افتاد زانو زدم، خاک رو بوسیدم. اون روز به خودم گفتم نادر، تو دیگه چوپان نیستی، تو گرگ پارسی شدی. از اونجا به بعد هر جا میرفتم دشمنا فرار میکردن. عثمانی‌ها، روس‌ها، همه صدامو میشنیدن و میلرزیدن. اگه اون روز تو دامغان باد جهتش عوض میشد و تیرای دشمن بهم میخورد، آیا هنوز اینجا بودم یا فقط یه اسم گم شده تو تاریخ میشدم؟ سال 1111 خورشیدی، بغداد جلوم بود. عثمانی‌ها با توپ و تفنگ منتظرم بودن. زرم رو تنم داغ شده بود، عرق از زیر کلاه خودم میشکید. به سربازام نگاه کردم، چشماشون پر از ترس بود، ولی من فریاد زدم اگه بترسید ایران تمومه. وقتی حمله کردیم زمین از خون قرمز شد. صدای انفجار توپا گوشم رو کر کرد. یه تیر از کنار صورتم رد شد. حس کردم مرگ فقط یه نفس با اون فاصله داره. ولی بردیم. بغداد افتاد. من رو اسبم ایستادم و به آسمون فریاد زدم این تازه شروع راهه. بعدش هرات بود. افغانای عبدلی فکر میکردم میتونن مقاومت کنن. شب قبل نبرد تو خیمه‌ام نشستم، شمشیرم رو تیز کردم، صدای زنگش تو سکوت شب میپیچید. به خودم گفتم نادر، اگه اینجا ببازی همه چیز تمومه. صبح که حمله کردیم گرد و خاک همه جا رو گرفت. خون مثل رود روی زمین جاری شد. وقتی عبدلی زانو زد، شمشیرم رو روی گلوش گذاشتم و گفتم دیگه تموم شد. اون لحظه حس کردم که دیگه هیچ کس نمیتونه جلومو بگیره. نه عثمانی، نه روس، نه هیچ کس. شبا تو خیمم خواب میدیدم یه سایه با شمشیر دنبالمه. صدام میکرد نادر، تو تا کی میخوای بجنگی؟ فکر میکردم فقط یه کابوسه، ولی شاید حقیقت بود. سال 1117 خورشیدی پاهم روی روشنای داغ هند قدم گذاشت. نبرد کرنال مثل یه طوفان بود. هوا پر از دود بارود، صدای فریاد سربازان مغول و شیهه اسبام گوشم رو پر کرده بود. من وسط میدان ایستادم، زره‌ام از خون دشمن سیاه شده بود. محمدشاه پادشاه مغول با تاج طلاییش جلوم زانو زد. تاجش رو برداشتم، کوه نور و دریای نور توی دستام برق زدن. انگار آفتاب رو تو مشتم گرفته بودم. به سربازام گفتم این غنایم مال ایرانه، نه من. ولی تو دلم میدونستم که این قدرت داره منو عوض میکنه. وقتی غنایم رو به ایران برگردوندم میگفتن 700 میلیون روپیه بود. اونقدر که اگه تا 100 سال خراج نمیدادیم باز هم خزانه پر بود. شبا تو کاخم مینشستم و به جواهرات نگاه میکردم. نورشون صورتم رو روشن میکرد. ولی چشمام تار شده بود. از جنگ، از خستگی، یا شاید چیزی که نمیفهمیدم. به خودم گفتم نادر، تو دیگه پادشاهی، ولی چرا هنوز آروم نیستی؟ اگه اون روز تو کرنال محمدشاه تسلیم نمیشد و جنگ ادامه پیدا میکرد، آیا هنوز این تاج روی سرم بود یا خاک هند قبرم میشد؟ سال 1124 خورشیدی دیگه اون نادر جوون نبودم. موهام خاکستری شده بود، دستام از شمشیر زدم میلرزید. پسرم رضا قلی یه روز بهم گفت پدر، تو پادشاهی، چرا اینقدر سخت میگیری؟ چشماشو نگاه کردم، یه برق عجیب توشون بود. یه شب تو کاخ شنیدم داره با سردارا پچ میکنه. قلبم تند زد. شمشیرامو برداشتم، رفتم سراغش. فریاد زدم تو میخوای جلوی منو بگیری؟ نمیدونم چرا. شاید دیوونگی بود، شاید ترس. چشماشو کور کردم. وقتی از خون صورتش ریخت، زانو زدم و گفتم نادر، تو چی شدی؟ از اون روز اطرافیانم عوض شدن. دیگه بهم نگاه نمیکردن. زیر لب میگفتن نادر دیوونه شده. من دیوونه؟ منی که هند رو زیر پام ده کردم. شبا تو خیمم تنها می نشستم. باد سرد از لای پارچه ها میزد تو. یه شب صدای پای یکی رو شنیدم، آروم مثل گربه. شمشیرمو برداشتم و فریاد زدم کی اونجاست؟ هیچ کس جواب نداد.
عرق سرد رو پیشونیم نشسته بود و به خودم گفتم نادر این فقط خیالاته، ولی اشتباه میکردم. خیانت داشت نزدیک میشد. اون شب یک کابوس دیدم. خودم رو تو آینه نگاه کردم ولی صورتم نبود، فقط یک جمجمه خونی. آیا این آخر ختم بود؟ 11 خرداد 1126 قوچان. یه شب سیاه بود. ماه پشت ابرای تیره گم شده بود. تو خیمه هم دراز کشیده بودم. شمشیرم کنارم بود ولی دستم بهش نمیرسید. خسته بودم، خیلی خسته. صدای پچ پچ از بیرون می اومد. انگار چند نفر داشتن نقشه میکشیدن. چشمام رو باز کردم، سایه ها رو دیدم. 4 نفر با خنجرای تیز تو دستشون. قلبم یه لحظه ایستاد. فریاد زدم شما کین؟ یکیشون اومد جلو. علی قلی، برادرزاده‌ام. صداش سرد بود. نادر دیگه بسته. اولین خنجر توی پهلوم فرو رفت. درد مثل آتیش تو تنم پیچید. سعی کردم بلند شم ولی پاهام جون نداشت. دومین ضربه به شونم خورد. خون گرم رو زمین پخش شد. فریاد زدم من نادرشاهم، نمیتونین منو بکشید. ولی سومین خنجر توی قلبم نشست. دیدم علی قلی داره خنجرش رو پاک میکنه و یه لبخند روی لباش بود. آخرین نفسام رو کشیدم. به تاج هند فکر کردم. کوه نور هنوز تو ذهنم میدرخشید. بعد همه چیز سیاه شد. بعد مرگم سرم رو بریدن، توی یه سینی گذاشتن و به علی قلی دادن. میگن وقتی دیدش خندید و گفت این پادشاه واقعیم بود. تاریخ میگه قاتلانش بعد چند روز همدیگه رو کشتن. جنون بود یا خیانت هنوز کسی نمیدونه. من نادر بودم، از چوپانی به تخت شاهی رسیدم. هند رو فتح کردم ولی آخرش تو خیمه‌ام با خنجر کسانی تموم شد که بهشون نان و نمک داده بودم. حالا تو بگو اگه جای من بودی به کی اعتماد میکردی؟ به نظرت این پایان عادلانه بود یا جنون خودم منو کشت؟ تو کامنت ها بگو، من منتظر جواباتم.